هر جایی که شما فکر کنین اون مینوشت. مثلا تو آتلیه‌اش که زیر نقاشی‌ها رو اینا رو من میرفتم مثل یه مأمور میگشتم پیدا میکردم اینا رو با خطای خیلی پشت پاکت نامه، پشت کاغذها، پشت روزنامه، هر جا میرسید و من اینا رو جمع کردم و توی کشوهایی میذاشتم. کشو تبدیل به 2 تا کشو شد، 3 تا و یه دراور بزرگ به خودش اختصاص داد. یه روز بهش گفتم که من جانی همه شعر نمیخوایم مثلا چاپ کنیم اینو. گفت نه برای چی چاپ کنیم، من وقتی این کارا رو ندارم. من شروع کردم به تایپ کردن شعرها و شعرها تایپ شدن. سالها بچه‌ها بزرگتر شدن، من فراغت بیشتری پیدا کردم، خودم دیگه کار نمی کردم در رادیو تلویزیون، خونه بودم و بنا کردم مثلا این شده بود مشغولیات من که اینا رو همه رو تایپ کنم و محمدم میدید میگفت اینا رو تایپ میکنی؟ میگفتم آره. خیلی براش جالب بود که من دارم اینا رو تایپ میکنم. تا اینکه یه روزی که اینا مقدارش خیلی زیاد شده بود تصمیم گرفتم بدونی که به محمد بگم اینا رو یه پرینتی ازش بگیرم، یه 20 رو و ببرم بفرستم برای یه نشری که انتخاب کرده بودم که این نشری که برای کتاب‌هایی در ارتباط با شاعران معاصر بود. زنگ زدم گفتن که اشکال نداره بفرستیم. من فرستادم. بعد از چند وقت سراغش رو گرفتم، گفتن که بله ما شعرها رو خوندیم ولی ما نمیتونیم برای آقای جعفری کتاب چاپ کنیم. گفتم که علتش چیه؟ گفت برای اینکه ایشون از اون نقاشه، بعد درس میده، استاده. گفتم خب مگه مغایرتی داره؟ گفت خب بالاخره ایشون باید قبلا یه کتابی چاپ کرده باشن. گفتم خب مثلا کجا؟ خب همینجا میخوایم اولیش باشه. گفت نه دیگه، شما باید اول یه جاهای دیگه یه سطح پایین‌تر و اینجوری چاپ بشه، بعد اون وقت مراجعه کنی به ما. من گفتم باشه. خیلی ناراحت شدم از این برخورد، یعنی یه جورایی توقع نداشتم که از یه ناشری که خودشو ناشر اسمشو نمیخوام بیارم، ناشر کتابای شعر معاصر میدونه، اصلا همچی برخوردی داشته باشی. به محمد هیچی نگفتم چون معلوم بود که از دست من عصبانی میشه تو از دست اون که این کاری کرده. بنابراین باز شعرها تایپ کردم. توی نمایشگاهی که محمد میذاشت، نمایشگاه انفرادی که فقط هم نمایشگاه انفرادیشو گالری گلستان پلوی لیلی دوستمون میذاشت و با اصرار اون همیشه بود. محمد شعراشو چاپ میکرد و میزد به دیوار کنار تابلوهاش، عنوانای شاعرانه برای کارش انتخاب میکرد، حتی تو متن بعضی از کاراش شعر مینوشت و این خیلی توجه آدم جوونا رو جلب میکرد که میرفتن میدن ای شعرم خونده، شعرم میگه، شعر میخوندن، زیرش رو میخوندن. و البته بعضی از دوستان نقاش ایراد گرفتن به آقای جعفری که محمد تو برای چی شعر میذاری تو نمایشگاه؟ همه حواسشون میره به شعر و اینجا نمایشگاه نقاشیه. محمد گفت خب اینا اومدن کاغذ که نمیخوام ببینم، میخوام منو ببینم، من همین نقاشیم، همین شعرم، همین چی منم، اگه میخوان من اینجوریم. البته بگذاریم که چند سال بعد همه عنوانای شاعرانه گذاشتن، از این کارو کردن همه. حالا بعد از مدت‌ها زمان گذشت و یه روز خانم گلستان که توی مصاحبه‌ای توی مجله باز محمد طبق معمول شعراش با صحبت شعر هم بود، به من زنگ زد، با من یا دیدیم همو یا زنگ زدن نمیدونم که مریم تو واقعا نمیخوای شعر آقای جعفری چاپ کنی؟ گفتم والا من اینا رو تایپ کردم دارم ولی مخالفت میکنم. گفت کاری به اون نداشته باشی، چی بهش نگو. گفتم آخه در ضمن من یه دفعه تماس گرفتم یه همچین برخوردی بوده، من یه ذره تو ذوقم خورد. گفت نه من حالا تو رو معرفی میکنم به یه نشری که فرق داره با بقیه، تو نشر نظر میشناسی؟ گفتم بله. خب کتابای نفیسی برای موزه دارن، دیدم تو افتتاحیه موزه دیدم. گفت آقای بهمن فروش چی؟ گفتم ایشون از دور میشناسم ولی آشنایی ندارم. گفت خب پس من یه قراری میذارم با هم میریم. یه روز قرار گذاشتیم و من و لیلی رفتیم دفتر آقای همینجا تو همین ساختمون پلی آقای بهمنپور و برای اولین بار بود که ما با هم آشنا شدیم. من اون چند صفحه‌ای که پرینت گرفته بودم گذاشتم رو میز و فرستادم طرف آقای بهمنپور.
گفتم که حالا می‌خوایم راجع به شعر حرف بزنیم و گفتن خیلی خوب، حالا پذیرایی کردن، چای آوردن و دیگه همینجوری با هم حرفای متفرقه زدیم. همچنین که ما حرف زدیم آقای بهمن‌پور هم یه نگاهی به این کاغذ رو برق می‌زدن. بعد که حرفمون تموم شد فرستادن حرف من. گفتن خب خانم محمدی کی برای من شعر میفرستین؟ من نگاه کردم گفتم واقعا؟ گفت آره دیگه، مگه نمیخواین شعر چاپ کنین؟ گفتم چرا؟ گفت خیلی خوب، شما شعرهای تایپ شده داریم؟ گفتم بله. گفت خیلی خوب، انتخاب کنیم بفرستین. بعد که فرستادیم ما میخونیم اینا رو، من میخونم، بعد میدیم ماکتش که آماده شد میفرستیم، شما غلطگیری رو بکنین، نظرتون رو بدین، نظرتون رو روی تعداد جابجایی شعر هر چی میخوای بدین. بعد میاد مراحل بعدی رو وقت میایم حضوری با هم دیگه راجع به مسائل فنی حرف میزنیم. من واقعا خیلی ناباورانه اینو شنیدم و اصلا هیچ وقت فکر نمی‌کردم که به این راحتی این برخورد بشه. خب تشکر کردم اومدم و از اون روز من واقعا نمیگم نشر نظر، میگم خانواده نظر. من با خانواده نظر آشنا شدم و حاصل این محبت و این برخورد نتیجهش 3 کتاب شعر شد و 1 کتاب آثار برگزیده آثار آقای جعفری. حالا من انتخاب شعرها برای این کتاب از خیلی اون همه کار تایپ شده اصلا فرصت و زمان و چیزی اجازه نمیداد به من، حجم کار که من بیام انتخاب کنم بگم حالا اینو بذاریم کنار، حالا اون نه. من راندوم از اون که تایپ کرده بودم شروع کردم خوندن و یه تعدادی رو انتخاب کردم از مثلا بین اونایی که میخوندم و اینا رو فرستادم. برای سری دومم همین کارو کردم. فقط کاری که از نظر خودم چی بود این نبود که آیا مفهوم شعر اینه یا اونه، واقعا روی این فکر نکردم، ولی روی فرم در حقیقت داخلی کتاب فکر کردم که همه شعرها بلند نباشه، یه نوسان خوبی داشته باشه، وقتی که آدم میزنه هم جای سفید ببینه هم جای پر ببینه. و بعدم اصلا نمیتونستم مقید به تاریخ باشم چون خیلی از شعرهای محمد اصلا تاریخ ننوشته بود و در ضمن من نمیتونستم بین همه این شعرها بگردم مثلا تاریخ فلان پیدا کنم. بنابراین این کتاب تاریخ‌های این شعراش پشت هم تاریخ نداره، اصلا خیلی از شعرها تاریخ نداره. بعضی از شعرها توی سررسید نوشته شده که من فقط تاریخ سررسید رو گذاشتم و قید کردم تاریخ سررسید و اینجور من در حقیقت این کتاب‌ها پشت هم شد شعرهاش و انتخاب شد و بازم حالا هست برای اینکه انتخاب بشه اگر عمری باشه و اگه آقای بهمن‌پور دیگه حوصله‌اش داشته باشه که برای از آقای جعفری کتاب چاپ کنه. در هر حال با برای این کتاب‌ها با خلاصه یعنی با همدلی واقعا این کتاب درست شده. پشت جلد کتاب، نوع خطش، نوع طراحی صفحه‌اش که بعد از خانم روشنک مافی عزیز تشکر کنم که گرافیست این کتاب ها هستن و از دوست عزیزمون فرشید شفیعی که خطهای این عنوانها رو یادداشت بر ما طراحی کرده و در ضمن یه طراحی خیلی قشنگی از آقای جعفری داشته که باشه همه کتاب‌ها میاد و از آقای محمد رضا قربانی که عکسایی که از آقای جعفری گرفتن در روی کتاب هست و از همه شمایی که این کتابا رو میخونین و امیدوارم که ازش لذت ببرین و خوشتون بیاد. همین. حالا چون فکر کردم وقت دارم گفتم این آخرین شعر این کتاب، همین کتاب کبوترهای آبی خیال بخونم. این شعرها خب ما انتخاب اسم کتابا از روی جملاتی بوده که توی شعرها بوده. خب امیدوارم من اینکم نبودم. سکوت پر از نبودنت خواب ز چشمانم می رو باید، ای پرستوی گندمزارهای پرسکوتم. فیروزه های آبی نیشابور به تو می مانند،
و تک تک درختان کوههای سرکش البرز به یاد تو نشستند. آوای رود دره یوش تنها تو را می‌خواند و سایه های ابرهای دشت آبی دیلمان به بوی تو در راهند. عاشقان جاودانه تو لاله های کردستانند و جامه سیاه قلبشان را برای تو پوشیدند. شبی که به بهشت رفتی لاله ها مانده بودند که چرا لمس دستان تو معجزه است در ابدیتی که آنان آرزویش را می کردند. دوستت دارم ای صدای کبوترهای کویر و پرسرابم. آه که رمز همه آن اتاق پر از کبوترهای آبی من با شعرهای سبزش و با خنده های بی انتهایش تا به ابدیت در جان من روان خواهد بود. 29/3/1393. اینو تصادفاً تاریخ گذاشته. مرسی. من شعرهایی که ایشون به عنوان ترانه برای کسی نساختن، به وجود اومد در کنار خانم سیما بینا و این چون من شاهدش بودم واقعا به وجود اومد، همون لحظه فی‌البداهه خلق شد. روزی رفته بودیم دیدن دوست عزیزمون خانم سیما بینا که عثمان عزیز اونجا مهمانش بود و من و محمدم دعوت کردم، ما رفتیم دوتا. عثمان میزد، طبق معمول میزد و محفل 4 نفری بودیم. بعد سیما رو کرد به محمد، گفت محمد جان این ملودی ها، این چیزای قدیمی ما خیلی قشنگه، اما شعرها یا شعر نداره یا اگه شعر داره شعراش رو آدمای چیز نمیتونن درک نمیکنن، محلیه. میشه مثلا تو شعر جدید گذاشت؟ محمد گفت آره ممکنه. بعد رو کرد به عثمان، گفت عثمان بزن. عثمان حرکت زدن و محمد حرکت گفت بازار بزن. بعد رو کرد به اسم، گفت خب بنویس. چی بنویسم؟ و همین که من میگم. و سیما نوشت. باز گفت حالا باز بزن. حالا اینو بنویس. ترانه ها اینجوری به وجود اومدن. یعنی الان 41 ترانه در کتاب ترانه های آقای جعفری چاپ شده که آقای سعید مشکی، نشر مشکی اینو چاپ کردن و قبل از کتاب شعرها بوده. این ترانه ها این دور، یعنی فی‌البداهه، در یک زمان یه جا نشسته شده، گفته شده و خونده شده. این نبوده که یه ملودی بفرستن بگن آقا براش شعر بگو، ترانه بگو، یا ایشون یه چیز بنویسه بعد بگن حالا ما این رو روش میذاریم. همینطور برای خانم مهسا مرجان وحدت که اونها خب خیلی جوان بودن، دانشجوی دانشگاه هنر بودن، با خانم سیما بینا آشنا بودن و دوست داشتن که این ترانه‌های جدید بخونن و اومدن پلوی محمد، گفت خب من با شما یه تست کوچیک ببینم، تو مثل شما مثل سیما این توانایی رو دارین که اینجور کار بکنین. و 1-2 بار با هم صحبت کردن و حتی من شاهد بودم که محمد از پشت تلفن گفت نه تو که میگی صدای سرداد در مهتاب، تو مهتاب نمیبینی، تو همینجوری صدا تو ول میدی، این فایده نداره، تو باید تصویر رو ببینی، تو تصویر نبینی نمیتونی شعر بخونی. و اینجور شد که برای خانمای وحدت هم چند تا ترانه روی ملودیایی که همسرشون ساخته بودن، یعنی بعداً ساخته شد، ترانه گذاشتن و این شد کتاب ترانه های آقای جعفری با 41 ترانه یا 44 ترانه و سالهای پیش البته اینها خوانده شد و هنوز هم ادامه داره و خوانده میشه. اسم اون کتاب هم هست چو مرغ شب خواندی و رفتی. خیلی ممنون.